سلام به مادیفای خوش اومدید. تو این ویدیو قراره قسمت 28 دونیتو رو از دیدگاه مافیایی بررسی کنیم. با من همراه باش. علی جوادی و شایان هر دوشون معارفه رو خوب گذروندن، برخلاف یار سومشون یعنی بهنام رستگار. من 1 تا 3 مافیا ندارم. 1 تا 6 مافیا زیاد ندارم. اینجوری بدون. مشکوکی بهنام رستگار رو من قطعی ترین مافیایی که بازی شروع کردیم دارم. عجیبه چون اصلا خلاف همتونم. من بین محسن و سینا مافیا دارم. جفتشون مشکوک بودم. بهنام با اینکه ذهنیتش خیلی با علی جوادی و شایان متفاوت بود ولی با اونا کاری نداشت. در واقع این خودش یه فکت مافیاییه که بعضی از شهروندا فردا بهش اشاره کردن. یه فکتی که قبلا بارها بهش اشاره کردیم، ذهنیت متفاوت تو روز معارفه است. معمولا بین دو ذهنیت کاملا متفاوت در روز معارفه مافیا وجود داره. یعنی میتونیم اونجا دنبال مافیا باشیم. همینجا همین توضیح رو بدم که این ذهنیت متفاوت نسبت به یه پلیر نیست. یعنی مثلا اگه یکی یه نفر رو مافیا داشته باشه، نفر بعدی اونو شهروند داشته باشه، اینا ذهنیت متفاوت محسوب نمیشه. ذهنیت متفاوت نسبت به چند تا پلیر سنجیده میشه. مثلا تو 2 نفر رو مافیا داری، نفر بعدی اون 2 نفر رو شهروند داره. پس ذهنیت متفاوت نسبت به 2 یا چند تا پلیره. اصلا ذهنیت یعنی باید ببینیم در مورد چند نفر این اختلاف وجود داره. خب حالا برگردیم سر بحث اصلیمون، یعنی رفتار علی جوادی و شایان به عنوان مافیا. شایان که در روز معارفه بهنام رستگار رو تارگت کرده بود، روز یک میبینه چند نفر دارن به بهنام تارگت میزنن، یعنی چند تا شهروند هم به بهنام مشکوکن. حالا 2 راه داره. اول اینکه اون هم بره و به بهنام تارگت بزنه و تارگت روز معارفش رو به بهنام ادامه بده. در این صورت به احتمال خیلی زیاد بهنام رستگار خارج میشه، چون خیلی راحت یه موج علیه بهنام شکل میگرفت، چون چند تا شهروند به بهنام مشکوک بودن. شایان هم که تارگتش رو ادامه میداد، همه میگفتن بین بهنام و شایان سایده و اون ساید رو ادامه میدادن و احتمال خیلی زیاد بهنام خارج میشد. حالا اگر بهنام گادفادر باشه که عملاً خیلی راحت همون روز گادفادر به عنوان مهمترین نقش مافیایی از بازی خارج میشد. اگه گادفادر نبود هم بازم در واقع یه مافیا همون روز اول به همین راحتی از بازی خارج میشد. پس شایان راه دوم رو انتخاب میکنه، یعنی با یه شهروند ساید میبنده. چون همین امروز به ساید خودم از بازی خارج میکنم، خون شهروند بنده رو از بازی خارج میکنه. شهروندی رو هم انتخاب میکنه که موضعش تو بازی پایینه، یعنی تا حالا کسی بهش نگفته شهروند و با کم داده و میتونه رو شهروند پارو بزنه. با این کارش دیگه کسی نمیگه ساید بین بهنام و شایانه، یعنی بین 2 تا مافیا که در هر صورت یه مافیا خارج بشه. میگن ساید بین شایان و یه شهرونده. حالا شهروند دیگه خودش باگ داده و میتونه مشکوک شهر بشه. شایان هم که از بازی مافیایی خودش اطمینان داره و میدونه که احتمالاً میتونه یه شهروند رو گره کنه و یا حتی از بازی خارجش کنه. پس به نفعشه که الان با رامتینی که موضعش در بازی پایینه ساید بگیره، نه با بهنام رستگار یارش که اون هم موضعش در بازی پایینه. حالا بیایم از دیدگاه علی جوادی بررسی کنیم. علی جوادی اصولاً وقتی نقش مافیایی میگیره، تا زمانی که مجبور نشه ساید نمیگیره با شهروند. یعنی اگه دقت کرده باشیم، تا زمانی که یه شهروند باهاش ساید نگرفته، خودش پیش قدم نمیشه که بخواد با یه شهروند ساید بگیره، مگر اینکه واقعا مجبور بشه. پس تو این بازی هم مثل روال گذشته سعی میکنه امتیاز بگیره، یعنی درست‌ترین مسیر بازی رو نسبت به بقیه پلیرها در روز اول داشته باشه تا در روزهای آینده از این مسیر درست و از این امتیازی که جمع کرده استفاده کنه. تو حسن محسن گلیچ، خودم، شایان غلامرضایی به نظرم باشه یه دونه مافیاست. بین بهنام رستگار، آقای رامتین خسروی، آقای سینا نتی، آقای سپر فرزاد به نظرم 2 تا مافیا هست. هم سایدو ببندم بین خودت و شایان غلامرضایی. بهنام رستگار رفته به حسن گفته شهروند، سینا نتی رو تارگت کرده، شایان غلامرضایی بهنام ایگنور کرده، رفته رامتین رو تارگت. پس هر جا تو اینا مافیا باشه، بین رامتین و شایان به نظرم مافیا هست. سایدیه که امروز خوب میتونید راجبش فکر کنید. حالا تو این بازی از دیدگاه علی جوادی بهنام رستگاری وجود داره که یارشه و مشکوک شهر میتونه باشه. به احتمال خیلی زیاد هم با هر شهروندی ساید بگیره، بهنام رستگار از بازی خارج میشه، نه اون شهرونده، چون موضعش تو بازی خیلی پایینه. ولی از اون طرف یه شایان رو داره به عنوان یارش که موضع مناسبی تو بازی داره، یعنی اگر با یک شهروند ساید بگیره احتمالاً بتونه اون شهروند رو از بازی خارج کنه. حالا از دیدگاه علی جوادی، بهنام رستگار که خودش مشکوک شهره، شایان هم که وارد جنگ شده. حالا اگه علی جوادی هم بیاد به عنوان مافیا بین 2 تا شهروند ساید ایجاد کنه، ممکنه ذهن بقیه هم نسبت به علی جوادی هم مشکوک بشه، یعنی خود علی جوادی هم به عنوان سومین مافیا وارد جنگ بشه و ذهن بقیه بهش مشکوک بشه، یعنی هر 3 مافیا در روز یک مشکوک شهر بشن و خب اینجوری احتمال لو رفتن تیم مافیا خیلی بالا میره. پس علی جوادی سعی میکنه سیف بازی کنه و امتیاز جمع کنه برای روزهای بعدی. بنابراین میگه ساید درست بین شایان و رامتینه.
سایدی که شایان موضع بالاتر رو داره نسبت به رامتین شهروند. اینجوری هم بازی از رو بهنام شکل میشه، هم احتمالاً تو جنگ شایان و رامتین شایان برنده است و همین که خود علی جوادی امتیاز این ساید درست رو میگیره تا در روزهای بعدی بگه که من اگه مافیا بودم که نمیگفتم ساید درست بین یارم و یه شهرونده. و حالا میاد در کنارش یه کار دیگه هم انجام میده، خودش رو از تمام اون سایدهای مافیا جدا میکنه و یه تیم شهروندی شکل میده که اغلب اون شهرونداش هم شهروندای درستی هستن. حالا اون شهروندایی که تو اون تیم شهروندی هستن، خودش که طرف میدونه شهرونده، میبینه حداقل یه شهروند ذهنیش هم تو این تیم شهروندی هست، خیلی راحت این تیم رو قبول میکنه و علی جوادی رو هم میذاره شهروند. پس علی جوادی هم امتیاز یارش رو گرفته، اون جنگی که یارش توش دخیله رو گرفته، هم از بهنام رستگار بازی رو گذرونده و هم که خودش امتیاز اون تیم شهروندی رو گرفته. تا اینجای کار سناریوی تیم مافیا در روز یک جواب داده و تنها چیزی که نیاز داشتن یه ساید اشتباه شهروندی بود که حسن قویدل براشون ایجاد کرد، یعنی سینا عنایتی رو مشکوک شهر کرد. در دفاعی اون روز 3 نفر وارد دفاعی شدن: سینا عنایتی، سپهر فرزاد و رامتین خسروی که هر 3 شهروند بودن. تا اینجا کار برای تیم مافیا خیلی خوب پیش رفته. وقتی دفاعی انجام شد و رأی خروج گرفتن، سینا عنایتی با دست 3 تا شهروند از بازی خارج شد، یعنی 4 تا رأی خروج داشت، یه مافیا که بهنام رستگار بود و 3 تا شهروند دیگه. یعنی عملاً از این بهتر نمیشد واسه تیم مافیا اتفاق بیفته. تنها مافیایی که به سینا عنایتی رأی خروج داده بود بهنام رستگار بود. پس تا اینجا تیم مافیا خیلی کارش درست بوده و تنها بدشانسی تیم مافیا این بود که رامتین خسروی که شایان داشت روش پارو میزد خودش باسپورس بود و شایان و بهنام رستگار رو با هم آورد تو باسپورسی. هر کس دیگه غیر از رامتین باسپورس بود، حداقل یه شهروند تو باسپورسی بود و یا حتی 2 تا شهروند. یعنی کار برای تیم مافیا خیلی راحت تر میشد، چون احتمالاً میتونستن یه شهروند رو تو باسپورسی هم خارج کنن. ولی چون رامتین خودش باسپورس بود و داشت از طرف تیم مافیا تارگت میخورد، از پیووی خودش هم خیلی راحت میتونست به مافیا برسه و 2 تا مافیا رو وارد باسپورسی کرد. یعنی عملاً در هر حالت یه مافیا از بازی خارج میشد تو باسپورسی. در این حالت رفتار شایان غلامرضایی رو به عنوان مافیا نسبت به یارش بهنامی که باهاش وارد باسپورسی شده و نسبت به رامتینی که داشته روش پارو میزده دیروزش باید بررسی کنیم، ببینیم چه رفتاری رو داشته. اولا نسبت به بهنام رستگار، اصولاً باسپورس که ملغا نمیکنه، اگر میخواست ملغا کنه نمی آورد. اصولاً باسپورسی که اینجوری میاره تو باسپورسی، یعنی از ذهنیت خودش میاره تو باسپورسی، اصولاً ملغا نمیکنه. بهنام رستگار هم که مشکوک شهر بوده و حالا به یه شهروند هم رأی خروج داده، یعنی بقایی تو بازی نداره، پس احتمالاً قراره تو باسپورسی خارج بشه. باسپورس هم که قرار نیست ملغا کنه، پس بهترین راه واسه شایان اینه که امتیاز بهنام رستگار رو همونجا تو باسپورسی بگیره، یه جوری رفتار کنه که هیچ جوره با بهنام چین نشه، یعنی کسی نتونه بگه که 2 تا مافیا تو باسپورسی بوده، بگه رفتار شایان نسبت به بهنام رفتار یار به یار نبوده. پس شایان شروع میکنه به بهنام تارگت زدن و یه جوری هم تارگت میزنه که هیچ ذهنیتی به این مسیر نره که این 2 تا با هم میتونن مافیا باشن. این کارم به خوبی انجام میده. باسپورس آقای بهنام رستگار و آقای شایان غلامرضایی داخل باسپورسی. اول بعد بازی با سینا در موردش حرف می‌زنم، چون نمیتونم برو زودتر با سینا حرف بزن، تو جفتتون بسیار آدمای منطقی و خوش حرفی هستید. حالا رفتار شایان رو نسبت به رامتین باید بررسی کنیم. شایان روز قبل رامتین رو گردن گرفته بود. حالا یه سری هم این شانس رو میذارن که رامتین باسپورسه و شایان رو آورده تو باسپورسی. حالا شایان در مقابل رامتین 2 تا راه پیش رو داره: یا قبول کنه رامتین باسپورسه و باهاش دیالوگ کنه. معمولا اینجور مواقع میتونید با اون شخص دیالوگ کنید و بگید که اگر مثلا با شهروندی به من رأی نده، چون من اگر تو بازی بمونم دیگه باهات کاری ندارم، با دست خودت بازی میکنم، دیگه بهت تارگت نمیزنم. اینجوری هم ذهن اون شخص رو از خودمون دور کردیم، هم ذهن بقیه‌ای که احتمال میدن اون شخص باسپورس باشه رو از خودمون دور میکنیم و تو بازی میمونیم، بقامون تو بازی بالاتر میره، در صورتی که حالا موضعمون میاد پایینا. یعنی چون روز قبل داشتیم رو باسپورس پارو میزدیم، همه میگن که روز قبل داشتی روی شهروند پارو میزدی، ولی بقامون تو بازی افزایش پیدا میکنه. این یه راه بود که جلوی شایان بود. راه دوم این بود که بیاد تارگتش رو ادامه بده و ثابت کنه که این رامتین باسپورس نیست و باسپورس کس دیگه ایه.
که البته برای این کار نیازمند استدلال بود، یعنی باید با یه استدلال درستی، با یک منطق درست این کار انجام میداد که ذهن شهروند رو قبول کنه این منطقو. شرط دیگه این راه دوم این بود که موضع خود شایان تو بازی اونقدر بالا باشه که بتونه به جنگ این شخص بره، چون به هر حال یه سری از شهروندان این شانس رو میذاشتن که رامتین بازپرس باشه. پس در همچین حالتی باید موضع خود شایان اونقدر بالا باشه که بتونه به جنگش بره و خود شایان هم به همون اندازه تو ذهن بقیه شهروند باشه که بتونه به جنگ این شهروند ذهنی چند نفر بره. حالا اینکه کدوم راه درسته، راه اول درسته یا راه دوم درسته، کاملا بستگی به جریان بازی داره و تو هر بازی فرق میکنه. شما باید ببینید که تو بازی که هستید مثلا یه شخص خاص فقط اون میتونه بازپرس باشه، 2 تا تارگت داشته، 2 تاشون اومدن تو بازپرسی. خب بقیه گزینه دیگه غیر از اون شخص برای بازپرس ندارن، یعنی شما دیگه راهی برای پارو زدن رو اون شخص ندارید. اگر به اون شخص تارگت بزنید، تارگتتون رو ادامه بدید، شو میشید و بقیه خیلی راحت به مافیا شما میرسن. پس در همچین حالتی بهتره که اصلا با اون شخص دیالوگ کنید و قبول کنید که اون شخص بازپرسه. ولی اگر تو خودتون میبینید که میتونید این کار رو انجام بدید که با استدلال و منطق درست ثابت کنید که اون شخص بازپرس نیست، میتونید این تارگت رو ادامه بدید و اگر موضع خودتون تو بازی اونقدر بالا هست که بتونید این جنگ رو ادامه بدید، این تارگت رو ادامه بدید. حالا شایان غلامرضایی تو این بازی میبینه که موضع خودش تو این بازی بالا هست، چون به شهروند رأی خروج نداده و اتفاقا سعی کرده اون رأی شهروند رو مساوی کنه. سایدش هم که در نیومده، یعنی رامتین نرفته بیرون که به خون شهروند و سایدش در بیاد. از اون طرف منطق و استدلال درست برای اینکه ثابت کنه رامتین بازپرس نیست رو هم داره، میتونه این فکت سازی رو انجام بده، پس تارگتش رو ادامه میده. آقای رامتین خسروی بازپرس سینانیتی مافیا رو کرده بیرون، منو واسه فرزاد نیورده، با کسی که سینانیتی رای داده آورده، یعنی کسی که مافیاشو کرده بیرون آورده تو بازپرسی. فقط میگید آقای رامتین بازپرسی که با فکت بهتون گفتم آقای رامتین نمیتونه بازپرس باشه، چون رامتین فکر کرده مافیا کرده بیرون، متوجهید؟ فکر کرده سینانیتی مافیا رو کرده بیرون، نمیتونه بهنام رستگاری که باهاش به مافیا رای داده بیاره تو بازپرسی. و تو این کارم موفق میشه، با یه فکت سازی خیلی درست تو ذهن بقیه القا میکنه که رامتین بازپرس نیست و مافیای بازی و همون روز رامتین رو از بازی خارج میکنه. حالا بیایم این قضیه رو از دیدگاه علی جوادی بررسی کنیم. شایان غلامرضایی کماکان سایدش رو داره با رامتین ادامه میده. علی جوادی هم اینجا اگه بره تو این ساید دخالت کنه، یا باید به شایان تارگت بزنه که اینجوری موضع شایان در بازی میاد پایین و احتمالاً اون خروجی بازی خواهد بود و به ضرر تیم مافیاست، یا باید بره به رامتین تارگت بزنه که بازپرس ذهنی چند تا شهرونده و اینجوری ممکنه خود علی جوادی هم مشکوک شهر بشه، یعنی عملاً 2 تا مافیا سر یه دونه شهروند شو بشن که خیلی به ضرر تیم مافیاست. در واقع اگر بره تو ساید شایان بازی کنه، فردا هم علی جوادی تارگت خواهد خورد، هم خود شایان، چون تو 7 نفره و به هر حال حتی اگر بتونن شهروند رو هم خارج کنن و شات شبشون رو هم بشینه، باز میرن تو 5 نفر و معمولا وقتی یه مافیا از بازی خارج میشه، اون 2 تا یار دیگه‌اش با هم توی ساید بازی نمیکنن که سری شهروند شو بشن. معمولا سعی میکنن اتفاقا 2 سایدش کنن به همدیگه، حالا یه تارگتی بزنن یا حتی اینکه تو ساید همدیگه بازی نکنن، تو سناریوی همدیگه دخالت نکنن که با هم شو نشن، چون کار براشون دیگه خیلی سخت میشه. حالا علی جوادی با همین تحلیلا اون سایدو میذاره کنار و میره حسن قویدل و محسن گلیج رو مشکوک شهر میکنه و بین اون 2 نفر دنبال مافیا میگرده. اینجوری عملاً یه ساید جدید رو بین حسن قویدل و محسن گلیج سعی میکنه ایجاد کنه. شایان غلامرضایی تو رو انقدر مافیا ندارم. این آقای رامتین دوئلشو دیروز با تو برداشته، تصمیم گرفته تو رو بکنه بیرون، دیگه نمیاد یه رای بده به سینانیتی شهروند فردا بخونه تو همون دوئل رو. من شهروندی، پس شهروند درست شهروند کرده که بره شایان غلامرضایی بکنه بیرونی، پس بین 1 و 2 یه دونه مافیاست. باز مافیا شایان غلامرضایی باید بگی رامتین شهرونده. من دیروز با رامتین رای دادم به شایان، تو همین بیچاره داشتین رو گردن میگرفتی، پس چونه که باز دوباره بین 1 و 2 مافیا هست. اما چیزی که سناریوشو خراب میکنه پدرام صادقیه که چالش میگیره و میگه محسن گلیج خیلی شهرونده. اینجوری عملا راه تارگت علی جوادی به محسن گلیج عملا بسته میشه و فقط حسن قویدل میمونه جلوش. به نظرم محسن شهرونده، حتی اگر اصلا شهروند باشه. غلامرضایی رامتین یه مافیا بین علی جوادی و آقای حسنه. حسن جان شما ساید واضحت با این آقای علی جوادی تو بازی. حالا یه ساید بین خودش و حسن قویدل شکل گرفته، یه سایدم بین شایان و رامتین خسروی، اما اینجا باز هم حسن قویدل به داد تیم مافیا میرسه و خودش رامتین رو گردن میگیره. حالا شرایط فرق میکنه. اگر رامتین از بازی خارج بشه، به ساید حسن قویدل از بازی خارج شده و موضع حسن قویدل قراره فرداش بیاد پایین که خیلی به نفع علی جوادیه، چون یه سایدی بین علی جوادی و حسن قویدل هست، یه سایدی بین شایان و رامتین. حسن هم که داره رامتین رو گردن میگیره، پس اگر رامتین بره بیرون، فرداش موضع علی جوادی در مقابل حسن قویدل
بالا میره. خسروی چون آقای رامتین خسروی عمری بازپرس بشه توی بازی، به نظر من تو مافیایی. حسن آقا این حسن قویدل رو بخونه شهروند، بین محسن گل جلیلی جوادی تو بازی مافیاست. این نکته اول. این رامتین رو بکنیم بیرون بخونه شهروند، هم شایان غلامرضایی میکنم بیرون، هم حسن قویدل. حالا از اون طرف امین بیجاری هم تو صحبتی که در مورد حسن قویدل میگیره تو دفاعیش میگه اگر رامتین از بازی خارج بشه فرداش من حسن قویدل و شایان رو با هم تارگت میکنم که این هم خیلی برای علی جوادی خوبه، چون یه شهروند قراره در کنار یارش تارگت بخوره که باز هم به نفع علی جوادی، یعنی هم موضع علی جوادی در مقابل حسن میره بالاتر، هم فرداش یه شهروند هست که در کنار یارش تارگت بخوره. حالا از اون طرف اگر رامتین از بازی خارج نشه همون روز، اگر اون روز از بازی خارج نشه فرداش احتمالش هست که اصلا شهروندا به بازپرس بودن رامتین برسن و دیگه راه تارگت به رامتین بسته بشه و دیگه شایان نتونه رامتین پارو بزنه که اینجوری بازم به ضرر تیم مافیاست. عملا شایان خروجی میشه و اون شهرونده تو بازی باقی میمونه که خیلی به ضرر تیم مافیاست. پس علی جوادی با همه نکات تصمیم میگیره که اون روز به رامتین رأی خروج بده و رامتین رو به ساید حسن قویدل و شایان از بازی خارج کنه که کار خیلی درسته هم بود. حالا یه چیزی در مورد تیم مافیا جالب بود، شات‌های درستشون بود، شات‌های شب سناریودارشون بود، شات‌های شبشون فوق‌العاده بود. تیم مافیا شات شب اول سپر فرزاد بود. این شات باعث میشد که موضع شایان بیاد بالا، چون داشت تو ساید شایان بازی میکرد سپر فرزاد. با این شات عملا موضع شایان در مقابل رامتین بالا میومد، چون رامتین هم تو دفاعیش به سپر تارگت زده بود. یعنی رامتین که اومد تو دفاعیه به 3 نفر تارگت زد، سینا عنایتی، سپر فرزاد و شایان غلامرضایی. سینا عنایتی که رفته بود بیرون و قرار بود بخونه شهروند، سپر فرزاد هم اگر شات میشد عملا رامتین از نگاه بقیه به 2 تا شهروند تارگت زده بوده، پس موضع شایان در مقابل رامتین بالاتر میره و خیلی راحت‌تر میتونست رامتین رو از بازی خارج کنه. یعنی عملا رامتین به 2 تا شهروند اثبات شده تارگت زده، پس دیگه موضعی نداره که بره به جنگ شایان. حالا شات شب دوم رو بررسی کنیم. شات شب دوم محسن گلج بود. شات محسن گلج بهترین شاتی بود که تیم مافیا میتونست بزنه، چون امین بیجاری که تو صحبتش گفته بود فردا قراره حسن قویدل و شایان رو با هم تارگت کنم. پدرام صادقی هم تو ترن صحبتش گفته بود که این شانس وجود داره که شایان و علی جوادی با هم مافیا باشن حتی، و از اون طرف محسن گلج رو هم کاور کرده بود. پس با شات پدرام صادقی عملاً چین علی جوادی و شایان با هم ممکن بود شو بشه و از اون طرف موضع محسن گلج قرار بود بره بالا. پس شات اشتباهی بود. امین بیجاری هم که قرار بود یه شهروند رو در کنار یه مافیا تارگت کنه. حالا از اون طرف هم امین بیجاری هم پدرام صادقی جفتشون محسن گلج رو شهر داشتن، پس مافیا فرداش دیگه راهی واسه پارو زدن رو محسن گلج نداشت. محسن گلج هم به رامتین خروج نداده بود و پوینت منفی هم نداشت، پس بهترین شات مافیا شات محسن گلجی بود که حالا به رامتین شهروند هم خروج نداده و احتمالاً قرار بود فرداش به جنگ علی جوادی و شایان بره. پس شات محسن بهترین شات بود که تیم مافیا میتونست بزنه. حالا بنا به درخواست یکی از رفقایی که کامنت کرده بود و گفته بود فکتای لایه 1 2 3 رو توضیح بدم، تو این قسمت میخوام به لایه بندی فکتا بپردازم و بگم فکتای لایه 1 2 3 چی هستند. اولین نکته اینه که هیچ قرارداد رسمی برای این قضیه وجود نداره و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به این قضیه وجود داره و تعریف‌های مختلفی. چیزی که ما می‌خوایم بهش بپردازیم و از نظر من دسته‌بندی خیلی مناسبیه، دسته‌بندی که پدرام صادقی انجام داد. در این دسته‌بندی فکت‌ها 3 لایه 1، لایه 2 و لایه 3 دارن. فکت لایه 1 ابتدایی ترین فکت‌های بازی مافیاست. فکتایی که اولی که بازی مافیا اصلا اومد با این فکت و مافیا میگرفتن، شهروند متوجه میشدن. فکت‌های بیسیک بازی مافیاست، فکت‌های جنراله. بذار یه نمونهشو با هم ببینیم. تا الان فقط نفهمیده بودیم محسن گلج مافیاست. این آقای امین بیجاری 2 روز فهمیده و محسن گلج شده یک شهرونده. 8 9 10 خود شایان هم مشکوکه. شایان تو اگه محسن گلج رو تو بازی شهروند داری حتما یه نظری راجع به آقای بهنامی باید بدی که تارگت خودت رو هم تو بازی ندیده. اینجا میگن امین بیجاری تو اگر محسن گلج رو شهروند داری، این بهنام رستگار داره بهش تارگت میزنه، داره به شهروند تارگت میزنه، پس باید به بهنام رستگار بگی مافیا. به این فکتا میگن فکت لایه 1. مثلا فلانی به شهروند رأی خروج داده پس مافیاست، یا فلانی فلان شهروند رو کاور کرده پس شهرونده، یا فلانی به فلان مافیا رأی خروج داده پس شهرونده. این فکت‌های لایه 1، فکت‌های بیسیکن، فکتایی که یکی مافیاست پس اونی که داره بهش تارگت میزنه شهرونده، یکی شهرونده اونی که داره بهش تارگت میزنه مافیاست. فکت‌های بیسیک، فکت‌های پایه‌ای، فکت‌های جنرال، فکتایی که ابتدایی ترین فکت‌های بازی مافیان.
مثلا یکی شهروند ذهنی داری، می‌بینی وارد دفاعی شده، خیلی راحت میری از بین رأی یکاش دنبال مافیا میگردی. اینا میگن فکتای لایه یک. این فکت‌ها ارتباطی با یه بازی خاص ندارن، تو تمام بازی‌ها یکسانن. مثل یه آچار که روی مهره خاص میخوره. ممکنه مثلا از 100 تا دستگاهی که تو داری واسه 60 تاش 70 تاش کار کنه. جنرال دیگه، یعنی تو هر جایی میتونی ازش استفاده کنی. حالا یه مثال دیگه هم که بخوایم بهتر متوجه بشیم، یاد درس دینی مدرسه بیافتیم. جواب 2/3 سوالا ایمان، تقوا، عمل صالح بود. یعنی اگر همینو تو تمام سوالا مینوشتی به عنوان جواب، حد نمره قبولی رو میگرفتی، یعنی پاس میشدی. به این فکتای جنرال و عمومی میگیم که فکتای لایه یک. حالا فکتای لایه دو چیه؟ فکتای لایه دو از این دیدگاهی که ما داریم بررسی میکنیم، فکتاییه که از تحلیل برهم کنش پلیرها به دست میاد. برهم کنشی که چند تا پلیر با هم دیگه دارن. بذار یه نمونه ببینیم. حالا آقای حسن قویدل دیالوگای سینا عنایتی رو شنیده که گفته سایت بین 1 با 3 نیست، سایت بین 1 با آقای رامتینه. گفته سایت بین این دو تاست. آقای بهنام رستگار چالش گرفته، گفته حسن رو کاور میکنم، در صورتی که اشتراک ذهنی که با حسن نداشته. گفته سینا عنایتی رو میذارم شهروند، فشار رو میخوام ببرم رو محسن گلج، به تارگت خوردن رامتین داره بک میده، دیسلایک میده. یعنی تو ذهنیت توی شهروند اومده گفته سایت بین دو تا شهروند، تو هم فهمیدی. فکتی که سپر فرزاد میاره یه فکت لایه دوه، از برهم کنش بین پلیرها به دست اومده. به بهنام رستگار میگه 2 نفر به هم تارگت زدن و به سینا عنایتی هم تارگت زدن. سینا عنایتی گفته بین اون 2 نفر یه ساید وجود داره، یعنی یکیشون مافیاست یکیشون شهرونده. چطوری تو هم اون 2 نفر رو شهروند داری و هم به سینا عنایتی کاری نداری، به سینا عنایتی تارگت نمیزنی؟ به این نوع فکت میگیم فکتای لایه دو، یعنی یه مقدار عمیق‌تر داره برهم کنش پلیرها رو بررسی میکنه. اینجوری نیست که بگه چون تو به فلانی تارگت زدی پس مافیایی، یا چون تو فلانی رو کاورش کردی پس شهروندی. یه مقدار عمیق‌تر شده و برهم کنش چندین نفر رو داره همزمان تحلیل میکنه. فکتای لایه دو هن. در واقع داره 3 تا پلیر 4 تا پلیر رو همزمان تارگتاشو بررسی میکنه، نه تک به تک. و توی یه لایه عمیق‌تر حتی از تارگت نزدن بهنام رستگار به سینا عنایتی میگه که بهنام مافیاست. این یه مقدار تحلیل عمیق‌تری نیاز داره. حالا فکتای لایه 3 چی ان؟ فکتای لایه 3 یه مقدار تحلیل عمیق‌تری از بازی ان، حتی از فکت لایه 2 هم یه مقدار عمیق‌ترن. فکتایی که در مورد رفتار پلیرها در اون بازی خاص به دست اومده. مثلا فلان پلیر با توجه به شرایطی که خودش داره، مثلا که ناراحت، عصبانیه، موضعش تو بازی بالاست، پایین، زیر تارگت، داره کاور میشه، چه شرایطی اون پلیر داره و با توجه به شرایط خود بازی، روند بازی چجوریه، روند بازی تنده، روند بازی آرومه، پلیرها چالش میخوان، چالش نمیخوان، خروجی بازی شهروند بوده، مافیا بوده، اصلا چند تا سایت تو بازی تشکیل شده، بازی 2 سایدیه، 3 سایدیه، روند بازی چجوریه. با توجه به اینکه این فرد یا افراد نسبت به اون روند بازی خاص که تو اون بازی حاکمه چه رفتاری رو دارن، شما یه نتیجه بگیری. این نتیجه‌ای که میگیری به این فکت‌ها میگن فکت‌های لایه 3. یعنی فکتی که هم شرایط پلیر یا پلیرها رو در نظر میگیره و هم شرایط بازی رو. طبیعیه که این فکت‌های لایه 3 دیگه اون عمومیت فکت‌های لایه 1 یا 2 رو ندارن و در گذر زمان هم تغییر پذیریشون خیلی زیاده و حتی طبق هر بازی هم عوض میشن. یعنی تو هر بازی ممکنه جواب توی بازی جواب بدن، توی بازی دیگه جواب ندن، چون هم شرایط بازی ها عوض میشه، بازی به بازی هم پلیرها عوض میشن. این قضیه در مورد فکت‌های لایه 1 وجود نداره. قرار نیست کسی که به شهروند ذهنمون تارگت بزنه یا رأی خروج بده بگیم شهروندی. یعنی قرار نیست بگم به این فکت برسیم که چون تو به شهروند تارگت زدی پس شهروندی، یا چون تو به شهروند رأی خروج دادی پس شهروندی. قرار نیست هیچ وقت تو بازی مافیا به این فکت برسیم. ولی فکت‌های لایه 3 با توجه به هر بازی ممکنه تغییر کنه. مثل یه آچار فرانسه که ممکنه شما با یه تنظیم یکسان از اون 100 تا دستگاه بتونی برای 30 تا جواب بگیری، ولی طبیعیه که اگه بخوای بهترین جواب بگیری باید اونو تنظیم کنی، واسه هر دستگاه در واقع تنظیم جداگانه‌ای داشته باشی که بتونی بهترین جواب بگیری. نکته‌ای هم که وجود داره این که اصلا درست و غلطی هم وجود نداره، خوب و بدی هم وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که فکت‌های لایه خیلی خوبن، فکت‌های لایه 3 مثلا بده، یا فکت‌های لایه 3 خیلی عالیان، فکت‌های لایه 1 به درد نمیخوره. اصلا اینجوری نیست. هر کدوم در جایگاه خودشون باید استفاده بشن و اصلا پلیر خوب پلیری که بدونه چه فکتی رو در چه جایی باید استفاده کنه، کی باید به فکت لایه 1 استناد کنه، کی باید به فکت لایه 2 استناد کنه، کی باید به فکت لایه 3 استناد کنه. ممکنه یه پلیر از فکت لایه 1 مافیا باشه، مثلا به شهروند خروج داده، ولی از فکت لایه 3 شهروند باشه. مثلا تو همین بازی رفتار حسن قویدل تو بازپرسی، رأی بازپرسی، همه میگفتن حسن قویدل و بهنام رستگار مافیاست. بهنام شایان بهنام
من شایان. بهنام رستگار تمام رأی خروجایی که میتونست تو بازپرسی بیاره رو آورد. حالا حسن قبیده نفر آخر نشسته، دیده که این بهنام رستگار تمام رأی خروج رو آورده و قطعاً خروجی بازپرسی خواهد بود، با اینکه باهاش چین شد اونجا رأی خروجش رو داد به شایان، رأی خروج نداد به بهنام رستگار. حالا این فکت میشه فکت لایحه رفتاری بریم بررسی کنیم چرا باید حسن قویدل اونجا با اینکه میدونه بهنام رستگار خارج شده رأی بازپرسیشو بده به شایان که خودش رو مشکوک کنه. حالا یه رأی خروج داده به شهروند، خیلی واسش راحته که یه رأی خروج بده به بهنام رستگار که پوینت بهنام رستگار رو بگیره. این رفتار میتونه رفتار شهروندی باشه. پس با توجه به شرایط اون بازی که اینا حالا به یه شهروند خروج دادن و پلیرها با هم چین شدن، یه سری گفتن حسن قویدل و بهنام با هم مافیان، پس شرایط اون بازی همچین شرایطیه. این رفتار پلیر رفتار شهروندیه. این فکت لایحه 3. حالا چرا خیلی به فکت لایحه 3 استناد نمی‌کنن و اینو در نظرش نمیگیرن؟ به خاطر نکست لولایی که وجود داره، مخصوصا تو دونیتو. اصلا دونیتو یکی از خوردایی که از ما میگیرن که چرا خیلی به دونیتو نمیپردازید. دونیتو جاییه که پر از نکست لوله، پر از اینی که فکتای لایحه 3 رو تیم مافیا استفاده کنه. واسه همین تو دونیتو خیلی به فکت لایحه 3 نمیپردازن. یعنی حسن قویدل به عنوان مافیا هم انقدر مافیای خوبی هست، انقدر حرفه‌ای هست که بتونه تو پوزیشن مافیا هم این کارو انجام بده. واسه همینه که فکت لایحه 3 نمیپردازن، چون پر از نکست لوله. اینکه شما بدونی کی باید از این فکت استفاده کنی که استفاده نکنی، این برمیگرده به تجربه شما از بازی که هر چقدر تجربه بیشتری از بازی داشته باشی، با پلیر حرفه‌ای‌تری بشینی بازی کنی، قطعا بازی بهتر میشه و میدونی که چه زمانی باید از فکت لایحه 1 استفاده کنی، چه زمانی از فکت لایحه 2 استفاده کنی، چه زمانی از فکت لایحه 3 استفاده کنی. مثل همین مثال که حسن قویدل تو فکت لایحه 1 مافیا بود، یعنی به شهروند رای خروج داده بود و یک مافیا رو کاور کرده بود، ولی تو فکت لایحه 3 شهروند بود. اینکه تشخیص بدیم چه زمانی باید از این فکت استفاده کنیم برمیگرده به اون تجربهمون و اون در واقع شرایط بازی که وجود داره و با چه کسایی داریم بازی میکنیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اصولا یه برمیگرده به نکست لولا. این نکست لولا اصولا تو فکت لایحه 1 اتفاق نمیافتند، تو فکتای لایحه 3 اتفاق میافتن. یعنی نکست لولی که دو بازی مافیا زده میشه، هر چقدر لایه بازی عمیق‌تر میشه، یعنی هر چقدر میریم به سمت فکت لایحه 3 این نکست لولا بیشتر میشه. چون مثلا گفتیم دیگه فکت لایحه 3 بازی به بازی فرق میکنه، پلیرها ممکنه شرایطشون عوض بشه، واسه همین این نکست لول زدن تو فکت لایحه 3 خیلی راحت تره. پس باید اینجا خیلی دقت کنیم. اصولا پلیرها هر چقدر حرفه‌ای‌تر بشن مجبور میشن هم تو پوزیشن شهروندی هم تو پوزیشن مافیایی فکتای لایحه 3 رو مد نظر قرار بدن. یعنی تو پوزیشن شهروندی با فکتای لایحه 3 بتونن مثلا شهروند مافیا تشخیص بدن، تو پوزیشن مافیایی هم بتونن نکست لول بزنن رو فکتای لایحه 3.